بارک الله فیکی. الله استان. سوال دیگری این است که وقتی میدانی از راه حرام شوهر میخوراند میپوشاند، از این کارت برگرد میگوییم الله میگردم میگوید و لیکن بو همان کارش است. یک موحد این را دانسته چیکار کند؟ صبر کند یا اینکه از این جدا شود؟ البته که دعوت کند، نصیحت کند. بعد از دعوت و نصیحت هم باز کار حرام رو ادامه داد و به لقمه حرام آورد. البته در این حالت به طلب طلاق کردن حق دارد، به جدا شدن حق دارد، خود را از او کمی دور گرفتن حق دارد. برای چی؟ برای که واجب برای مرد این است که لقمه حلال را به شوهرش و لقمه حلال را به فرزند، به زنش و به کودکش بیارد. زنی که میداند که لقمه حرام است، البته که این حق دارد که نصیحتش بکند. بعد از نصیحت رو قبول نکردن طلب طلاق بکند یا که جداگی بکند یا که شوهرش رو از خودش کمی دور بکند تا که شوهر این مسئله رو فهمد که بالاخره مسئله شوخی نیست. بارک الله فیک.